میگم هیچ برنامه برای نار درست کردن نداری؟ نار دارم خب فقط میخوای فیلم بگیری آقا برو من ببری بگی نار درست نمیکنه. نار کو الان خود نار درست نکردی. عدس پلو دارم خب سجاد. عدس پلو برای پیره روزه. مال دیروزه. دیروز خب من با نشدم عدس پلو درست کردم. خب عزیزم برای دیروزه. خب چرا قضیه درست کردی؟ خب که امروز هم بخوره. عزیزم برای فردا و پس فردا. عدس پلو هم من دوست نداری. عزیزم دوست دارم میگم خیلی درست کردی برای فردا و پس فردا من نمیتونم خود دور بیریزم این عدس پلو رو. خب حیفه خود نمیته خدا دور بریزه مخوره. خب چرا اینقدر زیاد درست میکنی؟ ها که مثلا راحت باشی ها. چه راحتی؟ بگیری تا ساعت 2 3 4 اینا قشنگ بگیری بخوابی. خب حالا برای تو چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ خب من نمیتونم همش عدس پلو بخورم. حالا نهایت عزیز من 2 روز مخوری باشم عدس پلو هم خوشمزه. چه جای گرفته شدیم هم آب رو من ببره. عدس پلو هم خوشمزه نهایت هم یکی نهار امروز میخوره یکی هم نهار فردا. ازم کلا فکر کنم تو در ما 5-6 بار نهار درست میکنی اینقدر برنجش زیاد میکنی که دیگه ما تا ماه و دیگه کلا همه جور بریم. مثلا من از درست نمیکنم. من مثلا 3 تا 4 تا پیمونه درست میکنم زیاد میاد. تازه دیروز از داری زیاد میکنی. تازه دیروز دوست تخون ما بوده خورده بازم اضافه اومده چه کنم؟ نه میخوای بخوری؟ چرا دارم؟ چی بخورم؟ بخوردی عزیزم. حالا فردا برای دستی دیگه درست میکنم.